در شهر یکاترینبورگ سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهیر رسولزاده با رئیس حکومت فدراسیای روسیه میخائیل میشوستین ملاقات انجام داد. در آغاز ملاقات سروزیر مملکت مهمیت ادامه مکالمه پیوسته سطحی عالی و بلند بین دولتی را تاکید نمودند. ضمن ملاقات جانب‌ها دایره وسیع مسائل شریکی استراتژی و مناسبت‌های همپیمانی تاجیکستان و روسیه را مورد بررسی قرار دادند. از جریان مثبت روابط دو کشور در بسیار ساحه‌های همکاری بخصوص در بخش‌های تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری و همکاری زیچ جانب‌ها در بخش امنیت اظهار قناعتمندی کرده شد. باید گفت که فدراسیای روسیه شریک اساسی تجارتی تاجیکستان باقی مانده در ساختار گردش سودای خارجی کشور ما موقع پیشرفت را اشغال می‌کند. در سال گذشته گردش مال میان دو کشور 23.7% افزایش یافته 1 میلیارد و 674 میلیون دلار را تشکیل داد. در این زمینه درباره امکانات بزرگ هر دو کشور جهت افزایش تجارت متقابله و یکجایه عملی نمودن لایحه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری برای جانب‌ها سودمند اندیشه‌رانی صورت گرفت. سروزیر مملکت قاهیر رسولزاده به سطح همکاری‌های در ساحه گومانیتاری به دست آمده بهای بلند دادند. همزمان با این به گسترش منبع رابطه‌های عملی در ساحه‌های صنعت و انرژتیک، معارف، علم، فرهنگ و تندرستی اظهار هوسمندی کرده شد. در رفت صحبت همچنین دایر به مسئله‌های مبرم روزنامه بین‌المللی و منطقوی تبادل افکار صورت گرفت.